سلام دوستان عزیز، به درس امروز رویت خوش آمدید. قسمی که در درس گذشته ما شما یاد کردیم که قبل از اینکه یک فایل را داخل پروگرام رویت بکنیم، بعضی چیزهای اضافی را که در فایل اتوکد است، چون برای ما در رویت نیاز نیست، باید او را از فایل اتوکد ریموو یا پاک بکنیم. بنابراین ما همچون یک کار را کردیم، یک فایل را آماده کردیم تا او را داخل پروگرام رویت انزرت کنیم. بنابراین در مینوی انزرت آمده همون امپورت کات فایل را میگیریم، کلیک میکنیم. اینجا دوستان عزیز ما فایل به نام اونلی فار رویت، یعنی فقط آماده برای رویت است که در رویت از این فایل استفاده شود. این را اوپن میکنیم. دوستان عزیز شما میبینید که این فایل داخل پروگرام رویت در قسمت فرست فلور دوستان عزیز این انزرت شد. حالا اگر ما هر چی را بخوایم، چون این را باید این وسط چهار کمره بیاریم تا در وقتی که ما کار عملی را بالایش اجرا بکنیم از چهار طرفی قابل دید و مشاهده باشه که ما چی تغییرات را بالایش آوردیم. حالا نمیشه دوستان عزیز، میبینین هر چی که من درگ و دراپ میکنم نمیشه. بنان بالای از این کلیک میکنیم. اینجا دوستان ببینید شما یک پینک است دوستان عزیز، این پینک را باز میکنین. حالا میبینید این با بسیار آسانی داخل این چهار کمره جای به جای شد. دوستان عزیز وقتی که این کار را کردیم، حالا میخوایم عملا کار 3D را بالای رویت بالای از این پلان در رویت آغاز نماییم. بنان در مینوی آرکیتکچر آمده در قسمت وال میبینید دوستان عزیز، بالای از این کلیک میکنیم. اینجا چندین قسم یا چندین تایپ والا است. مثلا ما وال آرکیتکچر را میگیریم چون به استراکچر نیاز نداریم، چون اکثرا او مربوط استراکچر میشه. ما در قسمت مهندسی از آرکیتکچر وال استفاده میکنیم. زمانی که بالای از این کلیک کردین آلی آماده فعالیت یا اکتیو شده است. ولی یک چیز را شما اینجا مشاهده میکنید دوستان عزیز، اینجا میگه بیسیک وال که هست. می عرض از این دیوال چقدر است دوستان عزیز؟ 20 میلی متر است. در حالی که دوستان عزیز در این قسمت این پلانی که است دیوار وزن بردار است، دیواره از این 35 سانتی است. چطور ما میتونیم امو 20 سانتی را به 35 سانتی ما شما این را چی بکنیم دوستان عزیز تغییر بدیم؟ مثلا این وال را ما گرفتیم دوستان عزیز، ببینید این 20 میلی متر است. اگر ما این را بخوایم دوستان عزیز بالای از این کار را اجرا بکنیم، زمانی که بالایش کلیک میکنیم دوستان عزیز ببینید ارزش بسیار کم است، چون این 20 سانتی و دیواری که ما لازم داریم برای پلان 35 سانتی باید باشه. بنابراین ما میخوایم امیر را به عین تکنس یا ضخامت این را تغییر بدیم. بنابراین در اینجا دوستان ادیت تایپ امی تایپ از این را باید ما تغییر بکنیم. بنابراین اولین کاری که میکنیم امی وال را باید ما دوپلیکیت یا رینیم بکنیم. بنابراین اینجا این را دوپلیکیت یا رینیم میکنیم و یک نام برش میتیم. میتونیم این را به نام مختلف برش نام بدیم، یا مثلا به نام وال یک بدیم، یا مثلا به این خاطر که از پیش ما اشتباه نشد درست‌تر باشه این را به نام 350 میلی متر میمانیم که یعنی دیوار با قطر 35 سانتی یا به عرض 35 سانتی این را نامگذاری میکنیم که در آینده بسیار با آسانی بتانیم که این را ازش استفاده بکنیم. این را به نام 350 میلی متر یا 35 میلی متر 35 سانتی متر این را نامگذاری کردیم. حالا میخوایم این را ادیت بکنیم، عین مختصات داخلی از ایران تغییر بدیم. دوستان عزیز مختلف تغییرات را ما میتونیم مثلا امی لیر کاتگوری شیاش تغییر بدیم، چون ما اکثرا این کارا را باز در پروگرام لومیان میکنیم، در دیگه چیزایش غرض نمیگیریم. صرف در این قسمتی که امی تکنس از دوستان عزیز میبینید 200 میلی متر یا 20 سانتی است، چون دیوار ما 35 سانتی است. این را بنان به 350 میلی متر تغییر میتیم دوستان عزیز که 35 سانتی را به خود بگیره. بنان این را اوکی میکنیم دوستان عزیز و از اینجا خارج میشیم. حال دیوار ما دوستان عزیز به 35 سانتی تغییر کرد. حالا اگر بخوایم که عملا کار را بالایش اجرا بکنیم دوستان عزیز از یک کناره کار را آغاز میکنیم. ولی مشکل بعدی که دوستان شما اینجا مشاهده میکنین، میبینین زمانی که ما کار را آغاز میکنیم همیشه روی خود دیوار میبینین از سنتر لاین است، ولی ما اینجا باید چون ما سنتر لاین ها را در قسمت دیوارا نداریم، باید از یک کناره بیرونی باید این کار را انجام بده، چون این از سنتر لاین است. بناهن باز در قسمت آرکیتکچر که آمده زمانی که این وال را ما شما اکتیو بکنیم، در این قسمت میبینین لوکیشن لاین که هست دوستان عزیز، اینجا چی است؟ وال سنتر است. ما میگیم میره وال سنتر نباشه، باید کارنرش فیس اکستریر باشه. ما بالای از او کلیک میکنیم. حالا که زمانی که ما دیوار را میگیریم دوستان عزیز فیکس دمو
مسیر میره که دلخواه ما شماست یا ما میخوایم. دوستان عزیز آل کار عملی را بالاش اجرا میکنیم. ولی یک مسئله دیگه دوستان عزیز بسیار آل مهم است. ما خو ایوال را آوردیم، آل برای ما معلوم نیست که ایوال دارای کدام ارتفاع. زمانی که بالای از ایوال کلیک میکنیم دوستان عزیز میبینین که بیسش از لیوان 1 شروع شده، ولی اینجا دوستان عزیز این لیمیت نشده، مشخص نشده. ایوال دوستان عزیز فعلا 8 متر ارتفاع داره. خب ما چطوری را بفهمیم که واقعیت 8 متر ارتفاع داره؟ اگر ما در یکی از الیویشن ها بریم دوستان عزیز، حال به وضوح مشاهده میشه. دوستان عزیز شما اینجا ببینید، اگر خصوصا در قسمت 3Dش بریم دوستان عزیز ببینید دوستان عزیز ایوال از اینجا را سالید انتخاب کنیم تا بر شما با شکل واضح معلوم شود. دوستان عزیز گیره سالت میکنیم. دوستان عزیز میبینید این دیوال بسیار ارتفاع داره. اگر ما مستقیم در یکی از الیویشن ها و در یکی از سایت ها بریم دوستان عزیز، اینجا برای ما با واضح نشان میده که ایوال ارتفاعش به حد زیاد است، ولی ما خو ارتفاع یک منزل ما 3 متر یا 3000 میلی متر بود و در حالی که تقریبا از 2.5 منزل هم ارتفاع زیوال زیاد است. پس ما ایرا چطور حل میتونیم؟ دوستان عزیز به این چیز توجهتان میخوایم، بسیار مهم است. پیش از اینکه کار را آغاز بکنین باید این مسائل را توجه داشته باشین. در غیر از او شما شاید ساعتها کار بکنین ولی باز کارتان اشتباه خواهد بود. نیاز به این بود که یا کل از او را ادیتینگ بکنین یا کل از او را اثر کار بکنین. بنابراین دوستان عزیز قبل از اینکه کار را آغاز بکنیم باید خود ارتفاعات را مشخص بسازیم، چون ما یا ارتفاع یک منزل ما 300 سانتی متر است یا 3000 میلی متر است. بنابراین بالای خود وال که آمدیم، وال آرکیتکچر را انتخاب کردیم. دوستان عزیز اینجا میبینید بیسش از لیول 1 است. در این قسمت دوستان عزیز تاپ چیزش که از لیولش باید ما مشخص بسازیم، یعنی ما میخوایم همین دیوال ما ارتفاعش تا چند باشه. وقتی که را لیمیت کردیم، زمانی که ما لیول 2 را برش انتخاب میکنیم ببینید در پایین اتومات ارتفاع 3000 میلی متر یا 300 سانتی متر میگیره. ببینید دوستان عزیز ما وقتی کلیک کردیم اتومات میبینید دوستان عزیز اینجا 3 متر یا 300 سانتی متر به خود به خود اتومات اندازه را چیز کرد، تغییر داد. دوستان عزیز حالا اگر ما بالای از این کلیک بکنیم مثلا تا این قسمت بیایم و این را مشاهده بکنیم که واقعا همچون یک چیز شده یا نه، ما 100% مطمئن هستم. خب به خاطر شما که شما هم مطمئن شین. حالا اگر ما بریم در یکی از الیویشن ها دوستان عزیز بالای از این کلیک بکنیم، در یکی از الیویشن ها بریم بالایش کلیک بکنیم دوستان عزیز، حالا اگر شما ایوال را میبینید دوستان عزیز میبینید که بالکل امیوال ما پورا تا منزل دوم یعنی امو 3 متر ارتفاع را به خود گرفته. دوستان عزیز را میتونیم از این طریق سالید بکنیم که تا شما درستر فهمیده بتونید. دوستان عزیز میبینید حالا امو ارتفاع دلخواهی که ما شما برای پروژه خود نیاز داریم امی وال به خود اختصاص داد. حالا دچار مشکل نمیشیم بنان چون این نقیصه را رفع کردیم، بنان کار خود را ادامه میتیم. پس در پلان منزل اول یا در فرست فلور آمده کار باقی خود را انجام میدیم. دوستان عزیز باز میریم در قسمت آرکیتکچر وال را انتخاب میکنیم. زمانی که ما بالایش کلیک کنیم ببینیم دوستان عزیز که حال همو 3 متر ارتفاع را به خود گرفته، بنان بدون کدام مشکل دوستان عزیز ما چی میکنیم؟ کار خود را ادامه میدیم. دوستان عزیز در مو کنارهای بیرونی دوستان عزیز وال را چی میکنید شما؟ چون اینجا چون این پلان به شکل یک قسم انگل است یکم ذره نیاز به دقت داره دوستان عزیز. اگر این به شکل انگل نمی بود باز کار کردنش بسیار ساده تر میشد، ولی چون اینجا این مشکل است که دیوارا به زاویه یک زاویه طرحریزی شده این پلان دوستان عزیز یکم ذره دقت میخواید تا به اون قسمتی که کنارهای خود می چیز است دوستان عزیز باید ما او را به همون شکل کار کنیم. دوستان عزیز بسیار به شکل ساده دوستان عزیز، فقط کناره بیرونی را ما برش انتخاب کردیم که باید کناره بیرونی را ما شما کلیک بکنیم که اشتباه صورت نگیره. یک چیز که دوستان عزیز در این قسمت براتان بگویم دوستان عزیز، چون ما میخوایم فعلا در این درس تنها
بالای اکستریر از این پلان کار بکنیم. دیگر نیاز زیاد به این نیست که ما دیوارهای داخلیش هم دیزاین بکنیم. صرف لازم است که تنها اکستریر والا را ما شما کار بکنیم، به خاطر که ما اینتریرش لازم نیست کار کنیم، یعنی در این پروژه شامل پروژه ما نیست. بنابراین ما فقط بخش اکستریر از این ساختمان را نیاز داریم و زمانی که اگر ما اینتریرش هم دیزاین داخلیش هم کار داشتیم، باز دیوارهای داخلیش هم ما لازم بود کار کنیم، چون در این قسمت ما صرف بخش اکستریر پروژه را کار میکنیم. دوستان عزیز، حال دیوارهای بیرونی مکمل دوستان عزیز کار شد و اگر بخوایم که حال ما را مشاهده بکنیم در قسمت 3D میایم. دوستان عزیز میبینین الحمدلله از این قسمت شما میتونین پلان 3D را ببینین. دوستان عزیز بسیار به شکل واضح سطره معلوم میشه که این قسمت مکمل این دوستا این پلان کار شد و حالی که مثلا چه قسم در این کلکینا و دروازه و از این فیکسچرها جای به جای میشه، ایران انشالله براتون میگم. دوستان عزیز، حال ما دیوارای بیرونی یا اکستریر والای پروژه را دوستان عزیز که ارتفاع یک منزل ما 300 سانتی متر یا 3 متر بود، با بسیار دقت دوستان عزیز مطابق اسکیچ تودی خود برای کار کردیم. دوستان عزیز این بسیار مهم است که شما دقت داشته باشین که هر پلان را دمو لیول یا دمو منزل کار کنین. مثلا خود رویت ما قبلا گفتیم که با هر منزل را با لیولا تقسیم کرده، ولی ما او را رینیم کردیم. حال فعلا ما در منزل اول دوستان عزیزی کار انجام دادیم. زمانی که ما میخوایم باز در منازل بعدی عملا کارهای 3D پروژه را انجام بدیم، باید زمان دمو منزل ما بریم و همونجا کارهای خود را بکنیم. دوستان عزیز، حال ما منزل اول را امی دیوارهای خارجی از این پروژه را با بسیار شکل دقیق و درستش با امو ضخامت یا تکنس 35 سانتی که چطور تانستیم او را تغییر بدیم و یارینیم بکنیم و مطابق پلان خود بسازیم. دوستان عزیز ببینین که یک نقشه بسیار مقبول مطابق امو 2D پلانش یعنی پلان مهندسی که در اتوکاد کار شده بود، دوستان عزیز ما او را کار کردیم. حال دوستان عزیز سر عزیز شما حتما یک سکچ را با خود ترسیم بکنین در اتوکاد و بعد از او را مثل که ما کارا را انجام دادیم او را به پروگرام رویت آورده و همچنان دیوارا را مطابق پلان مهندسی که در اتوکاد کار شده شما کار بکنین و عملا امید مسائل را که ما گفتم که چطور میتونیم مثلا ارتفاع منازل را مطابق ارتفاع منازل امی دیوار را که ما بالایش کار میکنیم باید چطور او را از کجا مطابق پلان خود و مطابق ارتفاعات منازل خود را بسازیم او را ساختیم. دوستان عزیز امی قسمت را شما چندین بار با خود کار کنین تا ان شاء الله الرحمن اگر کدام مشکلی که سر میخورین او را از امی درس را تعقیب کرده و کارتان تا این قسمت انجام بدید. دوستان عزیز به خاطر که ویدیوهای بعدی ما را شما دیده بتانین چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین تا درس بعدی که انشالله باز در قسمت بعدی از این پروژه کار عملی را آغاز میکنیم شما را به خدای یکتا و یگانه میسپارم. خدا حافظ و ناصر همه تان.